کمتر کسی میدونه جنگل‌های هیرکانی قدمتشون فقط چند هزار سال نیست. اینها باقی مونده 25 میلیون سال تاریخ زمین هستن. یعنی وقتی بیشتر جنگل‌های جهان یخ زده بودن، هیرکانی هنوز زنده مونده بود. اون هم فقط در یک جا، ایران. به همین دلیل دانشمندا بهش میگن موزه زنده طبیعت، جایی که بعضی گونه‌ها هیچ جای جهان پیدا نمیشن. اما چیزی که ترسناک‌تره اینه که بخشی از این تاریخ چند میلیون ساله در چند ساعت میتونه کاملا نابود بشه. آتش سوزی‌های اخیر فقط درخت نمیسوزونه، هر هکتارش یعنی صدها سال زمان از دست رفته. وقتی این جنگل‌ها از بین برن، رطوبت کم میشه، خاک فرسایش پیدا میکنه و منطقه وارد یک چرخه خشک شدن میشه. بدتر اینجاست، بسیاری از این آتش‌ها طبیعی نیستن، از بی‌احتیاطی انسان تا افزایش دما و خشکسالی. هیرکانی فقط یک جنگل نیست، این آخرین سند زنده از گذشته زمینه. حقیقت تلخه، اگر هیرکانی از دست بره، این بخش از تاریخ زمین هیچ وقت دوباره بر نمیگرده.